هەموو ڕەفیقەکانم ڕۆشتون بۆ مەدرسە و من نەڕۆشتم کە باوکم نەیهێشتووە. دایمێ لەگەڵ خوێندنەوارەکان خۆم ڕاست کردوتەوە بە ئیشی دەست و بە نەقاشی. او به خاتون رنگ‌ها شهرت داره، نه به مدرسه رفته و نه کلاس نقاشی. حاجی خانم امین در سن 65 سالگی نقاشی رو شروع کرد و تا امروز دست از کار با قلممو و بوم نکشیده. برای من بهانه شادی در زندگی خلق یک اثر و کار مثبته. اگر بهانه‌ای برای زندگی نداشته باشی، آدم مثل همه اون پیر و جوان‌هایی که افسرده میشن به پوچی میرسی. اما من تمام درد و رنج‌هایم رو بر روی بوم نقاشی آوردم. حاجی خانم عاشق رنگ و گل و موسیقی است، اما زندگی سخت و جنگ در کردستان عراق فرصت فکر کردن به زیبایی‌های زندگی را از او گرفت. پدرش اجازه نداد او مدرسه بره و در سن 16 سالگی او رو شوهر داد. وقتی ازدواج کردم شوهرم تقریباً 36 یا 37 ساله و من 16 ساله بودم. در کردستان به خاطر جنگ، خستگی زندگی و بچه داری فرصتی برای فکر کردن نبود. وگرنه من استعداد کارهای هنری رو با دست داشتم. پس از مرگ همسرش، حاجی خانم و فرزندانش 18 سال پیش به کشور هلند پناهنده شدند. او هر روز ساعتها را در موزه‌خانه‌ها و گالری‌های شهر آمستردام سپری می‌کرد. حاجی خانم عاشق کار نقاش بزرگ هلندیه. گرچه هنوز او نمیتونه نام ونسنت ون گوگ رو تلفظ بکنه، اما او رو به نام مرد گوش بریده میشناسه. من جاری ماوی کر فکر مکردم. اوایل که اینجا اومدیم نمیدونستم چطوری این اسمهای عجیب و غریب رو تلفظ کنم. شبها تو رخت خواب تمرین میکردم. پس از مدتی نقاشی کردن رو شروع کردم. از خطا کردن نترسیدم. گاهی کارم زشت از آب در میومد و دوباره اونها رو نقاشی میکردم. وقتی کارم تموم میشد مردم ازشون خوششون میومد. هلندی‌ها اونها رو میخریدند و چندین بار کارهایم رو در گالری‌های بزرگ به نمایش گذاشتن. حاجی خانم میگه او پدرش را بخشیده ولی نذاشت دخترش ماریا به سرنوشت خودش دچار بشه. داماد او ایرانی است. گفتم بیژن تو دوست داری با ماریا ازدواج کنی؟ گفت آره. از ماریا پرسیدم تو چی؟ اونم گفت بله. پسرام خیلی تعجب کردن که از بیژن میپرسیدم. منم گفتم اگه اینا هم دیگه رو بخوان منم با اونام. باید بگم که با موسیقی عشق میکنه و هر وقت میاد خونمون وقتی میگم میخوام ساز بزنم احساس میکنم که خیلی لذت میبره. هر وقت میرم خونه ماریا و بیژن آلات موسیقی باید از پیش آماده باشه. بشکم پیا بروا خم نگری لادل هیوای زارا جان دیدم زارا. اگه مادر من جوانی زودتر میرسید به اروپا فکر میکنم که خیلی بیشتر پیشرفت میکردن تو هنرشون و ما همیشه میگفتیم و الانم میگیم اگه مادر ما یه مقدار سواد داشت شاید الان یه وزیر بودن. حاجی خانم در سن 65 سالگی فرصتی برای بروز استعدادش پیدا کرد. در این فرصت کوتاه اثرهای زیادی رو خلق کرد. خاتون رنگ‌ها میگه داستانش روایت میلیون‌ها زن خاورمیانه است که منتظر شانسی برای نشان دادن استعدادهایشانند. ژیار گل، BBC